واقعا هم دوستان ارجمند یک بازی رو دیدیم در جام تاجیکستان در فینال که به فرق از بازی های دیگر کلا تفاوت داشت. واقعا همین دو دسته با یک احساسات زیاد، با هیجان خیلی و خیلی زیاد بازی کردند و روشن بعد از ضربه پنالتی که داور تعیین کرد و ضربه انجام داده دلیر شامولودوف پیروزی به دست آورد در بازی نهایی جام تاجیکستان 2020 و توانست خطلون رو شکست بدهد. ولی نوبسته از اونها ما احسن میگوییم به هر دو دسته دوستان ارجمند، چون که این دو دسته در یک وضعیت به فینال جام تاجیکستان رو خواهد گرفتند که شاید در تاجیکستان از همه اون دستهایی که هم در لیگ اولی بازی میکنند هم در لیگ یکم اون تیم های باشند که از جهت مالیوی بسیار تنقیصی بد دارند، هم روشن و هم خطلون. ولی احسن که مربیان توانستند دسته ها رو تا به فینال جام تاجیکستان برآورده و امروز آنها یک صحنه خوبی فوتبالی رو هم در فینال جام تاجیکستان نمایش دادند و روشن بالاخره با حساب 1-0 پیروزی خود را به دست آورد و این غلبه البته چگونه دست داد در پایین رقابت من فکر میکنم سرمربی دسته روشن هم حتما با این سوال پاسخ خواهد داد و ما انتظار میشیم. شادی و نثاری فوتبالبازان دسته روشن حد و کنار ندارد. اونها